شما معتقدید که میشه ماهی 450,000 تومان یارانه داد 100% بدون اینکه قیمت اجناس و کالا بره بالا، بدون اینکه تورم پیش بیاد؟ 100%. من اقتصاددان هستم دیگه. این مثل است که شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دسته که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. من تضمین میکنم. آدم میمونه چرا تا الان دولت ها این کارا نبودن؟ کدوم یکی از این اقتصاددان بودن؟ ما مشکلی کشور این بوده که یه سری افراد اومدن پوز اداره کشور رو دادن ولی اصلا این کارا نبودن، نه در سابقه شون و نه در برنامه‌شون بوده. من صادقانه به ملت ایران میگم من فرزند سختی ها هستم. من دانش آموز بودم که تابستونا میرفتم کار میکردم. از طرف دیگه مشکل دوم کشور ما این است که مدیریتی که بتونه نظرات تجمیع کنه وجود نداره. بانک مرکزی برای خودش یه کار میکنه، اقتصادی کار میکنه. من تو زندگیم همیشه مرد وفاقساز تصمیمات و نظرات مختلف بودم.